توسط واتساپ. الو الو بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. چه سلمان؟ سلامت باشین. تشکر. بفرمایید. خداستی خوب هستی؟ خدا را شکر. ما همی زنگوی که یک زنگی اخیری کشیدم اون قدم مسئله قطعی میخویم صحبت کنیم. کدامش بفرما. هم یک مصفت زنگ زد نو درباره سعودی توجیکو گپ زده، درباره جنگ شهروندی گپ زد، نه دیمگیشو. خب در این مسئله کمتر صحبت کنیم. بفرما. انا مسئله همی جوانو امروزه توجیک مثال تو سینی 30 ساله اینا بگیریم. تو سینی 30 ساله میگن که بی سوادن، سواد ندارن، هنر ندارن، کسب ندارن، از حسابی بی سوادیشون موجود شدیان، در وطن جای کار نیسته. یک بار هم خیلی سوال نمیتونی سبب بی سواد شدن همیو در چیه؟ بله بله درست. چه سبب بی سواد شدنشون در چیه؟ سبب بی سواد شدن این مردم ما در نبودن سیستم درست دولتداری برادر. خب انا گوش که سبب بی سواد شدن همین جوانای تو 30 ساله. خب انا همو من درباره جنگ شهروندی نمیخوام صحبت کنم، لیکن سبب اساسی همین بی سواد شدن همین جنگ شهروندیه. همیدی 20 سال گذشته است. 20 سال. 20 سال انا جوانی که در اون وقت سواد مکتب میخوان یا دانشگاه میخوان، انا اون بی سواد شده. جوانی که بعد از 97 تولد شد امروز آمد دانشجو است، او را چی میگویی؟ بعد از 97 جوانی که بعد از 97 تولد شده است، امروز اکثریتش زیاده از 70-80% میخونند، سواد دارن، عقلشون میرسه، تکنیک. نه تا سینی 30 ساله گفتی برادر. تا سینی 30 ساله گفتی. یک دقیقه. من تا سینی 30 ساله گفتم خود در 97 گفتی. 10 سال همین را حساب نکن. این کودک از او سواد کنار بگذار. 10 سال اولش 1 2 3 الف با اسم صورت رحمانو فهمی به او را کنار بگذار. بعد از اینش بعد از اینکه کودک خب اگر 91 بود، مثال سال من 91 97 98 وقتی من مکتب رفتم جنگ تمام شده بود، صلح بود. جوانایی که در سن سالی من هستم 27 28 30 یورا بود. بس به همینو میگه که 91 97 صنف 1 رفتم جنگ تمام شده بود. نیکی جنگ تمام شده بود در حقیقت، نیکی تاثیرش موندگی بود. تاثیرش موندگی بود. این می روزا وزیرای احمق که اعظم تاثیر جنگ است. بله گوش که تمام شخصانی بسواد زدن، نهضتی ها کشتن، همه را بین بردن. امروز کی کشته است؟ این بعد از 2015 کی کشته است؟ شیده است بعد از 2015 شیده است. اوستا پس زاید سعید فقط زندان کرد. زاید سعید فقط نهضتی ها زندان کردن. کی زندانش کرد؟ کی؟ من؟ کی سر زاید سعید کی خورد؟ کی پیش نیاد کرد؟ کی هم را به همین راه دعوت کرد؟ نهضتی ها نکردن همین را به همین راه دعوت؟ نه. کی کرد؟ او مردک قانون جمهوری تاجیکستان میگه که بس مردک در وقتی در داخل تاجیکستان بود سر وظیفه بود، وظیفه را کار میکرد، تمام صاحب کار بود، تمام شرایط داشت، آباد میکرد شنبه تاجیکستان آباد میکرد. ای تاجیکستان وقتی که برآمد نهضتی ها سرش تا دادن. دروغ نگو. وقتی که حزب کشاد به نام تاجیکستان نو، وقتی به نام تاجیکستان نو حزب کشاد، مشکلاتش از همونجا شروع شد. پیشنهاد کی دادش؟ نهضتی ها پیشنهادش دادن. کی پیشنهادش کرد؟ رمضان که تو تنهایی و من تنها تر. من چی بگم که خودت چی میگی؟ شیرخوانی تبس کرد. کی پیشنهاد کرد همین چیزا؟ همین چیزا زای سعید کی پیشنهاد کرد؟ برا از خودش پرسی کی پیشنهاد کرد؟ مشکلی اون نیست که کی پیشنهاد کرد. تو میرا میپرسیش نصیب شد دارم برش دارم کامera یک جا قطع میشم صحبت میشم میپرسیش. انا گوش کرد. ما از این چیزا نترسیدیم که مرا ترسونده باشی، مطمئن باش. نمیتونم نترسونده سمختا گفته استم که برای برای همین چیزا یک بار نزدیک قدشم صحبت شکی. اگر نصیب ما باشد حتما خداوند میگه که در خب مسئله دین در وقتی میبیارن میگن که زندان دو مسئله داره. یک کس به خاطر گناه زندان میشوه، یک کس به خاطر سنجش پروردگار. اگر واقعا به خاطر سنجش پروردگار باشه من قبول دارم.
اگه شما همین لوبوی گپ بگاتون سراز تو میتین دین قطعی یکی خودت با خاطر دفاع رحمانوف آماده آشکار مبارزه برای دفاع از کنی ما گوش که ما به خاطر اون کس دفاع نکرده این همیشه در رحمانوف دفاع کرده استی سخنای دروغ شما را من تماشا میکنم سخنای دروغ شما را همین درد میکنه علم میکنه قطعا میخوام پس چرا آشکار مبارزه نمی برای کم درد و علم چی کنین یعنی که بگو که یا دروغ میگن چرا نمیکنی بس گوش که نه گوش که یک مثال عادی خده امید 88 کی زندان کرد امید 88 کی زندان کرد او نظریه برای خودش پرس میگه چرا زاید سعید جواب داری امید جواب نداری برای کی زاید سعید خب زاید سعید گناهکار بود زندان شد امید 88 امید 88 کی زندان کرد نالوگ دولت قرضدار بود میره جواب شمیت بک صبور و نالوگ دولت قرضدار است رسما رئیس شهر کلاب گفت چرا جواب نمیتیه دالش برای خودش پرس برای خاطر خودش بحث کرد بعد دعوای خودت سری چی بوده است این امروز اومدی زاید سعید گناهش سر کیم کی بار کردی امروز امید 88 بار نکردم چیزی که هست یا امید 88 میگه قرضدار من برات میگم که برادری سابق رئیس آژانسی ضد فساد خطا نکنم فتا کلی فتا او را $500,000 با پول قبیده بودنش با رشوه چرا او جزا نگرفت برای خودش پرس خیلی نباشه خود درجه داوری نه چی کار داری نباشم نه من هیچ نمیدونم انت فهمیدم خیلی ولی خود یاش ولی کلام شب با میفهمی سلامت باشی ولی خود اگه سال تام کلام نمیشه دو در یک کس میگم دو در یک کس ولی یاشی بعد خود ولی شیرا ماما میگیو ایش از او پرس اوش از او پرس واش از این پرسم اگر من همیور از او پرسم تو چی میگی در پیش من تو چی دعوا کردستی تو همون جای میبینی شما که یک ذره یک آمختگی میبینی نکیم جای اصلی ده میبینی لال میمونه نمیدونم اوش از او پرس خیلی تو چی میگی نوجا معلمه ای اومدی در پیش من چیکو کردسی خیلی دفاع کردسی یا معلمی میخوای چی میخوای گپ زنی اگر جواب نداشته اول برای آماده شو کلان ما ایرا ندیدم رئیس شهر کلاب آشکار برآمد گفت که یک خوجولی احرار اسرار شده است با بک صبورov نالوگ نمیسپاره اون مردک رئیس شهر گفت دیونه ایو اگر دیونه میشوره کی رئیس مونده نه خود دیونه رئیس مونه شما بچه رحمانوف در جلسه رسمیش در تلویزیون بلند شد که دوربین تلویزیون عکسش میدوارش میگیره یک جوان با نام شهبال چی گفتش؟ خانه شدید، ماشین شدید، پولای خارجی شدید، زندانش کرد؟ نه نکرد. برای چی؟ جوان هستید وگرنه 15 سال زندان میشی. جوان ها از زندان آزاد باید باشن. پس رها کنید پلی جوان ها را در زندان محکم کردین.